سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و شما بسیار تشکری میکنم از اینکه این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد معرفی تات بلاول می باشه. دوستای عزیز، در قدم اول ما میخوایم که از تمام دوستای ما که همیشه ویدیوها را میبینن، لایک میکنن و کامنت میگذارن یک جهان سپاسگزاری کنم. دوستای عزیز، لایک کردن شما باعث از این میشه که ویدیوها را زیادتر کسا ببینن. بسیار مهم است که شما وقتی یک ویدیو را لایک میکنین، با اثر لایک شما ویدیوها پیشنهاد میشه برای زیادتر از دوستان، زیادتر کسا میتونن که ویدیوها را ببینن. همچنین یک تشکری بسیار خاص دارم از دوستای ما که ممبرشپ خریدن و خواستن که از این طریق کانال سپورت کنن. ما امروز تات بلاول یاد میگیریم. از اینمی سی شروع میکنیم. دوستای عزیز، همونطوری که ما چندین باری را یاد کردیم که سکیل یک ملودی است و همچنان تات یا راک اینا هم همچنان یک ملودی هستند و ملودی‌های مختلف با نام‌های مختلف یا اسکیل‌های مختلف با نام‌های مختلف. و فرق بین سکیل و راگ ما در ویدیوهای گذشته بسیار واضح تشریح کردیم. اینجا نمیخوایم که دوباره باز خسته کنم براتون. از تات مادر راگ ها است که از خود تات آهنگ جور نمیشه، اما راگ هایی که مربوط یک تات است از اونا آهنگ جور میشه. تات آرو یا ascending داره ولی افرو نداره. تات میتونه که نوت هایش به شکل سیده راست، یعنی بدون افکت گلون خوانده شوه، اما راگ ها باید که افکت گلون ده اونا ادا شوه که تا امو احساس راگ برادم بده. ما تات بلاول از سی میخوانیم. در تات بلاول اصلا ما تات بلاول اولین درس ما که ما شروع کرده بودیم سی میجر سکیل، امی ویدیوی اول که من لینکش در بالا میمانم شما ببینین، اینمی تات بلاول بود که ما دو شروع کردیم اصلا تمرین صدا را و ما از سی خوانده بودیم. حالا هم از سی میخوانیم، اما از هر جایی که شما بخوانین قانونشه که بفهمیم از اینجا بخوانین امون چیز است، اینجا بخوانیم از اینجا بخوانین، یعنی تمام نوت های شد هستن. شما ببینید دوستای، یعنی کامل ایش نداره در خود، تمامش شد است. از اینجا اگه بگیرین تمامش شد بگیرین تات بلاول میشه، اگه از اینجا بگیرین تمام نوت های شد استفاده کنین تات بلاول میشه. اگر از اینجا بگیرین، از هر جایی که بگیرین شما میتونین که تات بلاول داشته باشین. یعنی ما میتونیم که از اینجا شروع کنیم از نوت سی. بعضی دوستای ما میگن که نوت های شد همیشه سفید هستن. این درست نیست دوستای عزیز. میتونه که ما تات بلاول میتونیم از اینجا شروع کنیم. ما یک دفعه از اینجا شروع میکنیم، از نوت سفید از سا شروع میکنیم یا از سی شروع میکنیم. باز بعد از دیگه نوت ها سا، ری شد، گا شد، ما شد، پا، دا شد، نی شد و سا. سا، ری، گا، ما، پا، دا، نی، سا. یعنی تمام نوت های شد هستند. دوستای عزیز، اگر ما آل سر اینجا قبول کنیم، یعنی سی شارپ اگر سعی مشوه، پس سکیل ما چی رقم؟ سی شارپ میجر سکیل. یا اگر ما از اینجا بخوانم تات بلاول چی رقم است؟ اگر اینجا ما سر انتخاب کنم، سا، ری، گا، ما، پا، دا، نی، سا.
اگر من از اینجا شروع کنم اسکیل خوده یا امو تاتا از اینجا من از اینجا شروع کنم چی رقم میشه؟ سا ری گا ما پا دا نی سا. دوستای عزیز شما دیدین که تمام نوت های شد هستن. پس حالا ما از این در یک اسکیل که وقتی یاد گرفتیم کل اسکیل ها یکی است که باز از اینجا در حساب موسیقی اروپایی وقتی از اینجا خواندیم میشد سی میجر اسکیل میشد، از اینجا که خواندیم سی شارپ میجر شد، از اینجا دی میجر. یعنی به این شکل در موسیقی اروپایی نامش تغییر میکنه، اسکیل به نام دیگه میشه، نامش تغییر میکنه، اما نوت ها امون نوت ها هستن. ساری گاما پا دا نی سا. خب کوردای شما میبینیم کورد اولش سی میجر کورد، کورد دومش دی ماینر کورد، ای ماینر کورد، اف میجر کورد، جی ماینر کورد، A minor chord, A diminished chord و باز دوباره C major chord میشه. خب دوستای عزیز ما دو راگ بسیار مشهوری که در افغانستان استفاده میشه، راگ بلاول و راگ بهاری را دمی تات ما در درس های آینده سرش کار میکنیم. خب اگر من از اینجا بخونم، ما میخوایم که از اینجا بخونم، اگر اینجا بخونیم اسکیل چی رقم است؟ امی تات بلاول چی است یا اف میجر اسکیل چی رقم است؟ ساری گاما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا. که ما ایره در درس آینده سرش کار میکنیم. یکی از آهنگای بسیار مشهور افغانی ما که دمی در اف میجر اسکیل ایره ما میخوانیم. بادا بادا الهی مبارک بادا ای وای یاره من دل به تو دادم توکل با خدا الهی مبارک بادا. این در درس آینده و خیلی سرش زیادتر تمرین میکنیم و کار میکنیم. دوستای عزیز این بود موضوع ویدیوی امروز ما. خدا کنه که شما بزرگواری خودتان کاستی های ویدیو را ببخشین. بسیار از شما تشکر میکنم از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودین و ما را سپورت کردین و امیدوار هستم اگر ویدیوها خوشتان آمده لایک، سابسکرایب و شیر فراموش نکنین. دوستای بسیار عزیز تا ویدیوی دیگر شما نازنینا را همه را به خدا میسپارم. پیتروت.